هستی بریمان. خدا گویم خدا جان ما را دادی مادر جان، همیشه در پناهت نگاه دارد خدا جان. کسی جایت نگیرد مادری جان، من میمیرم برایت مادری جان. برای من عزیز مهربانی شوم خاکی پایت مادری جان. کسی جایت نگیرد مادری جان، من میمیرم برایت مادری جان. برای من عزیز مهربانی شوم خاکی پایت مادری جان، شوم خاکی پایت مادری جان. مادر جان دیری من، مادر تاج سر من، دنیا روشن و زیباست وقتی هستی بری من. خدا گویم خدا جان ما را دادی مادر جان، همیشه در پناهت نگاه دارد خدا جان. کسی جایت نگیرد مادری جان، من میمیرم برایت مادری جان. برای من عزیز مهربانی شوم خاکی پایت مادری جان. کسی جایت نگیرد مادری جان، من میمیرم برایت مادری جان. برای من عزیز مهربانی شوم خاکی پایت مادری جان، شوم خاکی پایت مادری جان. سلام و درود. السلام علیکم دوستان عزیز، بیننده های عزیزی ما. امروز جمعی تبریکات شهنان در پاریکلینیک استیلیس که برای تبریک کردن جشن زادروز خیرنساییتی آمده ایم. امروز تبریکات را از نام فرزندان، از نام صباحت های پاکیزه بانو زرشید جان تبریک میگویم و البته از نام پدری خاندان جمشید اکا نیز تبریک کرده. لحظه های خرسندی را همراه شمایان با هم میبینیم. با ما باشید، ما آغاز میکنیم. طبیات السلام علیکم همشیره های شوقت، همه شمایان را خیر مقدم بگویم. من امروز نبینید که در روز خرسندی در جشن زادروز مادر عزیز خیرنساییتی در اتاق کاری هستند. خیلی خوب شد. بعد قرصک زنیم برایشان پیشاما تکلیف میکنیم. مرحبا بیایید دوری لطفا. خیرنساییتی زادروز مبارک. روز تولد را میلاد رو برایتان مبارک باد میگویم. الان کی اومدیم تبریک کنیم شمایان؟ از نام فرزندان با راهبری جمشید اکا، از نام پدر عزیز فرزندان، از نام جمشید اکا، از نام صباحت های پاکیزه بانو زرشید جان شما را تبریک میگوییم. گفتن مادر عزیز نبینید که در روز زادروزشان هم یک روز دم نگرفته کار به هستند. برای فراوان زندگی کردن ما فرزندان فقط مهنت میکنند. بودگشان با شکر تا دنیا باشن و هیچ وقت در دو غمی زندگی را نبینند. نه از ببینیمشان دوست میداریم. ما مانه کلان کردن، خاناندن، پیشاندن. ما نمیدونیم چه خیلی فرزندی نغز یا فرزندی بد، لیکن در دنیا از همه مادری نغز و بهترین این مادری ما هست. چرا گفتم برای ما تربیت نیک دادن، مهنتی حلال کردن، مانه کلان کردن. بودگشان با شکر زیتو دارم برای تو دلم گم میزند مادر، برای هر صدای تو دلم گم میزند مادر.
اگر یک خنده ات بینم شود صدر تسکینم برای خنده های تو دلم گم میزند مادر. در نصیحتی بار دیگر زادروز مبارک باشد. همیشه لبخنده همراه شمایان باشد. هیچ وقت مانده نباشد، هیچ وقت کسل نشوید و همیشه در خدمت مردم همراه شده گردید. امروز باشد از نام شخصا فرزند عزیز خاندان زرشید جان گلدسته داره برایتان تقدیم میکنیم. اگر همکسبا قرصک زنندگان مرحمت قبول کنید از نام زرشید جان مبارک باشد. البته خیلی میگویند فرزندان işlerim yürüşüp gitse gelmeden gamlarım etse bütün hal dünyani bir chetga qo'yib eng avval onamni Makkaga olib boraman. Kaftidan qarog'i ketmagan hamon men nodon qadriga yetmagan hamon dardimga hech davo etmagan hamon onamni Makkaga olib boraman. از این معنی نبینید که باز یک فرزندتان همراه شما شفاکار و همشیرش را کار کرده ایستادن. خدا کند که به این خلط سفیدتان داغ نخورد و همیشه در خدمت مردم هلاک نشده کار کرده گشتن نصیب کنند. در آینده باشد به زیارت کعبة الله و قطار حاجی های سمرقند ازبکستان ما باز یک حاجی ها زیاد شدن گفتن در این دنیا از همه کتاب قیمت بهاترین را کتاب قرآن را پیشکش شما میکنیم. مرحمت صادروز مبارک. امتحان تیار شدن تارت ها از همکسبان سخنهای تبریکاتی را شنویم. مرحمت. السلام علیکم اهلی لابراتوریات. من امروز نشانه دیر از دیر نشان بوده است. سربگرم حضور بچه‌شون بینن، حضور نیبراشون بینن. خوشنشون که خوش پیرشن، یک کلیدای نه ظاهر افتر. چقدر خدا عمر گذاشته باشد، همه قدر صحت و سلامت گردید. رحمت، مرحمت شما دوام کنید. من گفتم نصرت دوام کنم. امروز ریزی شکرانه خیلی نیسته سربگرم. به خیلی نیسته لابراتوری به حیات نیست. هم نماید باید خیلی نیسته کتی. کس دستی درازی لابراتوری است. صفحه داره سلامت باشید، نیوراتون باشد، بچه‌تون خوشش که خوش پیشد، شما هم جمشید جون که خوش پیشید. باشد کنزمک صفحه دارید. رحمت. مردم مرحمت دختران یا شما یک جای نزدیکتر میستیم و باشد شیرینی داریم برای مادر عزیز. یک جای شیرینی را میبریم و از آن تناول میکنیم. مرحمت. حضور می‌خواهیم اگر وقت شما عزیزان را گرفته باشیم برای شما این شفاهای تام باشد فرزندها می‌خواهند تبریک گویند سخنهای آنها را میشنویم. مرحبا. السلام علیکم اهل لابراتوری بیجان صد بدره سلیمان به هم وقت سال سلامت گرده دادم که خوشه پیر شوه هیچ وقت درد و غم دنیا نبینه. السلام علیکم اهل لابراتوری خوش آمده هم بیه کتو بیجان صد ساله شوه هیچ وقت درد غم نبینه دادم که خوشه پیر شده گرده سرک مون به سلامت گرده مون به خونونده پشونده هم بیه کش بر رحمت کلون میدونه موزیق کدگیم تو رحمت این زیاد شما زیاد استه بیجان همه وقت ترکون به صاحب برده روز شکرانت مبارک بیجان روزی زادرست مبارک. رحمت. و
از همه مهمانان حضور میپرسیم شما را بخواستیم یک جای همراهشان به عکس گیریم با این لباس سفید بگذار بخلت یگان خادمان طبیات داغ نخواد تو همیشه با یک سری بلند کار کردن نصیب کنند. تشکر میگویم خوش آمدن مرحمت همراهشان رقص میگیریم بعد از آن باز از پس کار و زندگی میشویم. تشکر در خدمت شما جامعه شهران بودن. هزار رحمت. اینک بیننده های عزیز امروز ما در پلیکلینیک استیلیسکی برای تبریک کردن جشن زادروزی خیرین سایتی آمده بودیم و لحظه های خرسندی شادیانه خادمان تیب را پیشکش شما کردیم و همراه شما به هم دیدیم. با ما باشید. با شبکه شهنان خود را احتیاط کنید. سلامت باشید.